چه بارونی. میرم تا زیر بازارچی. تو این بارون؟ میرم تلفن کنم. یه دستمال کاغذی. پول خورد برای تلفن بی زحمت. بفرمایید. مرسی. نه، ممکنه خیال کنه به دوست پسرم تلفن میکنم. اینجور وقتا واقعا چیکار میشه کرد؟ برگردم نگاش کنم. بسته دستمال کاغذی رو بندازم زمین که برداره بده دستم. اگه ور نداشت چی؟ نه، احمقانه است. جلفه. همون بهتر که آدم نشون نده متوجه چیزی شده. صدای پشت نمیاد. یعنی دنبالم نیومده؟ نه، بهتر اصلا پشت سرمو نگاه نکنم. دیدمش. Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna un po'.
ti prego con te ogni istante era felicità. یه جای دیگه هم دیدمش. تلفن زدی؟ نه. گفتی میرم تلفن کنم. سوری نبود خونه. پس تلفن زدی. با کی حرف زدی؟ با مادرش؟ چرا اینقدر سوال میکنی؟ گوشی رو بر نداشتن، کسی خونه نبود. معذرت میخوام. اب نداره. فقط میخواستم بدونم یادت مونده از مادر سوری معذرت بخوای یا نه. حتما به دل گرفته اخ برادرش نرفتم. اونم اون که از عالم آدم توقع داره. یه دفعه مهمونی داشت، خواهرش هم وعده گرفته. بیچاره براش اتفاق افتاد نتونست. میدونی فشار خونش پایین. این فشار خونم از جون مردم چی میخواد؟ آره وقتی حاضر میشد که بیاد مهمونی سرش گیج رفت نتونست باشه. تا دکتر بیارم بالا سرش آمپول دوایی جور کنم دیگه وقتش گذشت. هنوز که هنوزه بعد از این همه سال بین این دوتا خواهر شکرابه. حالا ما که جا خود داریم. ببین تا حالا چقدر پشت سر ما بالا منبر رفتم. خب حقم بود. باید من اخ میرفتم. مثلا وقتی کار نخواد بشه همینه دیگه. درست همون موقع من باید برای کار محمد تو خونه حاج ابراهیمینا علاف بشم. حاج ابراهیم هم که ماشاءالله با اون اخلاقش عین جعفر طیار قدم برمی‌داره. باید همین روزا برم سر وقتشو از دلش در میرم تلفن بزنم. بالاخره مردم از کمکم کن بشناسمش. اون تنها اومده بود. من دیدم با تو حرف زد، با دامادم حرف زد. چندان آدم گوشه‌گیر خجالتی به نظر نمی اومد. موهاش کم پشت بود، کت شلوار چارخونه یا رنگ دیگه درست یادم نمیاد. نه تیره نبود. خوش قیافه و موقر. برای من همه مردای دنیا خوش قیافن. چه میدونم کدومشونو میگی؟ خب چیه؟ حالا عاشق شدی؟ پس چیه؟ از اون شب تا به حال همه جو مثل سایه دنبالمه. پس اون عاشقت شده. تو هم فکرت اینه؟ آره دیگه. عشق خیال میکنی چیه؟ همین مسخره بازیاست دیگه. اون از تو مشروب گرفت، یعنی از تو سینه‌ای که تو جلوش گرفته بودی. نمیخوای کمک کنی؟ نه اونم تو یه همچین موقعی که بهت احتیاج دارم. خواهش میکنم. ممکنه فامیل عروس باشه. من چی میتونم دربارش بهت بگم؟ پس یه کار دیگه. گوش کن. من هنوز عکسای عروسی رو سفارش ندادم. تو هم بیا با هم دیگه بریم سفارش بدیم. وای عجب مالیه. با توی عکسای خودت این یه دونه رو برای من سفارش بده. تو خودت چی؟ از عکسای خودت؟ نمیخوام. از قیافه خودم حالم به هم میخوره. از فامیل عروس نیست. اینجا رو شانس آوردی. عکسشو توی آلبوم جای مصطفی دیدم. از دوستای دوره دانشکده‌شه. اسمشو از اون میپرسم. نمیگی که برای من میخوای؟ اگه فکر کنه برای خودم میخوام چی؟ همه میدونن تو نامزد تو خیلی میخوای. چیزی بهت نمیچسبه.
ناقله ها روی خوب ملی انگوش گذاشتی یا خیرشو ببین. نه اینطوری حرف نزن باشه. این دلشوره برای چیه؟ اون الان حتما سر کوچه است. دل من گواهی غلط نمیده. کاش میتونستم شعر بگم. وقتی عاشقی در کوچه داری که به پنجره اتاقت چشم دوخته است، جای آن است که احساس خوشبختی کنی و خود را تنها نپنداری. نه، هنوز خیلی کم داره. نمیتونه شعر باشه و نه حتی احساس واقعی من اونطور که هست بیان کنه. کیه؟ خوابیدی؟ نه، داشت خوابم میبرد. چیزی هست که تو به مادرت نمیگی؟ اگرم چیزی باشه حتما وقت گفتنش نرسیده که بهت نمیگم. هیچ مشکلی رو با نخوردن غذا و ضعیفتر شدن نمیشه حل کرد. من مشکلی ندارم ماما. خب آدم گاهی گرفته است، گاهی بی اشتهاست. نگران نباش ماما، من حالم خوبه. شاید از بس حالم خوبه میل به غذا ندارم. تو تنهایی؟ تو نیستی ماما؟ تا تو با منی نه، من تنها نیستم. اما تنهایی تو رو من جبران نمی کنم. نمیشه یه دوست پسر برای خودت انتخاب کنی؟ یه دوست پسر یا مرد؟ کسی نبوده یا نیست؟ حتما هست. تو قشنگی، ظریفی. با وجود این هیچ وقت حس نکردم کسی رو بخوای. چرا عزیزم؟ خب یه نفر رو انتخاب کن، بذار دوستت داشته باشن. شایدم این کارو کردم ماما. خب دیگه بگی بخواب. میبخشی اگه مزاحم خوابت شدم. شب بخیر ماما. متشکرم. خدایا ازت